اورانیوم نخستین بار در سال 1789 توسط مارتین هاینریش آلمانی کشف شد. اما بیش از 100 سال طول کشید تا دانشمندان در سال 1938 انرژی بسیار زیاد شکافت اتم‌های اورانیوم رو کشف کنند. اورانیومی که در طبیعت کشف میشه 99.3 درصد اورانیوم 238 است و فقط 7 درصدش اورانیوم 235. نکته مهم اینه که دانشمندان از اورانیوم 235 برای شکافت هسته‌ای استفاده میکنن. نسخه ناپایدار از اورانیوم که واکنش پذیری زیادی داره. به دلیل اینکه اورانیوم 235 به صورت طبیعی در زمین کمه، باید فرایند غنیسازی انجام بشه. امروزه بیشتر تأسیسات غنیسازی از سانتریفیوژ استفاده میکنن. وقتی سانتریفیوژ با سرعت بالا میچرخه، اتم‌های سنگین‌تر اورانیوم 238 به سمت بیرون سینه هدایت میشن، در حالی که اتم‌های سبکتر اورانیوم 235 در مرکز سینه